آهای اهالی فینیتو، من به همراه این ریس و گوشخوار آمده ایم تا از جدیدترین دستاوردهای فینیتو در زمینه مبارزه با فساد رونمایی کنیم. ریس تو در زمینه مبارزه با فساد چه کردی؟ کت خدا، من به نمایندگان استبل فینیتو الاغ شاسی بلند دادم تا هوای وزیرم را داشته باشندی. آورین گوشخوار، بگو ببینم تو چگونه با فساد مبارزه کردندی؟ کت خدا، من اخیراً ترتر را که از اختلاسگرهای کت خدا مدار بود از زندان آزاد کردم اینا. آورین ترتر، بگو ببینم تو به چه جرمی در زندان همی بودی؟ کت خدا، من اختلاس خفن همی کردم. زمین های شمال فینیتو را خوردم. 4 تا دریاچه بالا کشیدم. علوفه های جنوب را همی در حلقومم فرو همی کردم. آورین، میدانم که سهم من را همی داده ای. حالا چه شد که آزادت کردند؟ آزادم کردن تا بعد از این استراحت کوتاه و تجدید قوایی که در زندان همی داشتم اکنون به ادامه شغل شریف اختلاس همی بپردازم. طیب الله کل اختلاساتکم. خب قال تو بگو ببینم در راستای مبارزه با فساد چه کار کردی؟ کت خدا، من این جف را از زندان آزاد همی کردم. بنده خدا بیگناه بود، کار خاصی نکرده بود، آدم کشته بود. آورین، این هم از دستاوردهای ما در زمینه مبارزه با فساد. تا دستاوردهای بعدی، درود و بدرود. پس اهالی حق دارن که میگن فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی.